بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام احترام دارم به همه هموطنان عزیز ما در داخل افغانستان و خارج از افغانستان، دوستان عزیزی که بابت برخی شایعات روزهای اخیر تماس گرفتن، پیام ماندن، پیغام روان کردن و متاسفانه نتونستم خدمتشان جواب بدیم. از توجهشان، از محبتشان بسیار تقدیر و تشکر میکنیم. برای همهشان اطمینان میتیم که تمام موضوعاتی که به ارتباط ما مطرح شده بحث بازداشت یا تخلیه منزل مکمل کذب محض است. ما امی لحظه که با شما صحبت میکنیم امروز یک شنبه تاریخ 18 اسد است و امی لحظه ساعت 7 شام است. در منزل خود هستیم، هیچ کدام مزاحمتی صورت نگرفته و هیچ کس تا این لحظه الحمدلله بازداشت نشده. مردم نگرانی هایی که به ارتباط مسائلی که همراه وزیر صاحب عدلیه مطرح بوده در روزهای اخیر، ما موضوع از طریق مقامات مسئول در امارت اسلامی تعقیب کردیم، همراه از اینا مسائل مشکلات مطرح کردیم و انشالله امیدوار هستیم که موضوع از طریق از اونها حل و فصل شود. برای مردم اطمینان میتیم که انشالله نگرانی و کدام تشویش نداشته باشند. ما برای حل موضوع از مجاری قانونی انشالله امیدوار هستیم. مجددا از توجه شما، از دعاهای شما و از احوالگیری همه شما تقدیر و تشکر میکنیم. برای شما آرزوی صحت و عافیت و موفقیت داریم. السلام علیکم و رحمت الله.